از من میشنوید موقع انتخاب همسر یا پارتنر فقط دنبال قد و قواره و تیپ و هیکل و پول و چه میدونم شغل و زیبایی طرف مقابل نباشید. اینا بعد از یه مدت کاملا عادی میشه و تو میمونی و خود واقعی طرف مقابلت. زندگی همیشه بهار نیست. پاییز و زمستون هم داره. روزای ناخوشی داره که نه تیپ به دادت میرسه، نه پول و نه مدرک. فقط تنها چیزی که تو اون روزها تو رو نجاتت میده ذات آدم روبروته. هیکل که با باشگاه درست میشه، قیافه هم با آرایش و 1000 جور عمل زیبایی، اما ذات خراب نه دکتر داره، نه باشگاه، نه روتوش و نه عمل. دنبال ذات آدما باشید، چون ذات خوب هیچ وقت عوض نمیشه.